فروهر گردن خیلیامونه، ولی کمتر کسی میدونه که قراره فلسفه یه زندگی کامل رو برامون به تصویر بکشه. بیا بریم با هم بازش کنیم. فروهر یکی از قدرتمندترین و گرانبهاترین نمادهای هویت ایرانیه و ریشش برمیگرده به آموزه‌های زرتشت، چیزی که قرنها نسل به نسل انتقال پیدا کرده، حتی موقعی که خیلی‌ها فکر می‌کردن فراموش شده، فراموش نشده. هر بخش از این نماد یه لایه از یک فلسفه عمیقه. صورت پیرمرد نشون دهنده خرد و تجربه‌ایه که فقط در گذر عمر به دست میاد. این یادآور اینه که دانایی حاصل زمان. دستی که رو به بالا گرفته شده نشون دهنده ستایش اهورامزدا و به عبارتی نشون دهنده تلاش بیوقفه برای پیشرفت کردن و تسلیم نشدنه. حلقه‌ای که دور کمر بسته شده نشون دهنده پیمان و وفاداریه که از همون زمان تا الان ما حلقه ازدواج رو داریم همینجوری گذرش رو طی می‌کنیم. بالها با 3 ردیف پر ساخته شدن و این نشون دهنده 3 اصل اصلی دین زرتشت، یعنی کردار نیک، پندار نیک و گفتار نیک هست. یعنی فکر، حرف و عمل باید در یک راستا با همدیگه عمل بکنن. حلقه‌ای که وسط پیکره وجود داره نشون دهنده ابدیت روح و چرخه ناپایانه. یعنی چی؟ یعنی نه آغاز داره نه پایان. دو رشته‌ای که از 2 طرف آویزونه نشون دهنده 2 مسیر متضاد زندگی، یعنی سیرت نیک و سیرت زشته، که صورت پیرمرد به سمت سیرت نیکه، یعنی انتخاب زندگیت باید مشخص باشه. و در پایین‌ترین قسمت دوم 3 ردیف پر وجود داره که نشون دهنده گفتار بد، کردار بد و پندار بده و از عمدم پایین قرار گرفته، چون بدی‌ها باید زیر پا گذاشته بشن. اگر از این موشکافی‌ها و جزئیات تاریخی خوشت میاد، راوی دخت فالو کن.